سلام شنوندگان خوب کانال سکوتی پر از حرف. امید که ایام به کامتان باشد و شما شنونده قسمت دوم داستان واقعی و عاشقی زهرا هستید. روزها یکی پس از دیگر گذشت و نامه‌هایمان بیشتر شدند. هر برگه‌ای که از میان آجرهای دیوار برمی داشتم مثل قطعه از جان او بود که به من رسیده بود. در نوشته هایش همیشه از امید و آینده می گفت، از شهری که در آن خانه ساده و پر از محبت بسازیم، و من با لبخند خجالتی رویاهایش را در دل تکرار می کردم. بارها در میان کلماتش دیدم که می‌خواست جمله‌ای بنویسد و بعد پاک کند. گویی چیزی بزرگ در دل داشت اما جرأت گفتنش را نداشت. من هم همان حس را داشتم. می‌خواستم بگویم دلم برایت می‌تپد، اما ترس از قضاوت خانواده و نگاه مردم زبانم را می‌بست. نامه‌ها مثل نفس برایم ضروری شده بودند. اگر یک روز خالی از نوشته‌هایش می‌گذشت، انگار دنیا برایم بی‌معنا می‌شد. گاهی او برایم شعر کوتاه می‌نوشت و من بارها آن را می‌خواندم تا معنای هر واژه‌اش را در قلبم حس کنم. در دل آرزو می‌کردم که روزی بتوانیم کنار هم بنشینیم و بدون ترس همان حرف‌هایی را بزنیم که روی کاغذ می‌نوشتیم. اما سایه ترس همیشه با من بود. هر بار که نامه‌ای را از دیوار برمی‌داشتم، نگران نگاه کنجکاو کسی بودم که شاید راز مرا فاش کند. با همه این ترس‌ها، عشق مثل پرنده‌ای بود که در دلم پر می‌زد، پرنده‌ای که دیگر نمی‌توانستم جلوی پروازش را بگیرم. یک روز در میان نوشته‌هایش خواندم دلم می‌خواهد روزی جرأت داشته باشم و در چشمانت بگویم دوستت دارم. وقتی این جمله را دیدم اشک‌هایم به اختیار جاری شدند، چون همان کلمه‌ای بود که من هم سالها در دلم پنهان کرده بودم. آن روز فهمیدم که قلب‌هایمان یک زبان دارد، حتی اگر هیچ کدام صدایش را بلند نگفته باشیم. روزها شیرین‌تر می‌گذشت و هر دیدار کوتاه از دور، هر نگاه مثل خورشیدی بود که بر دل تاریکم می‌تابید. اما نمی‌دانستم سرنوشت همیشه مهربان نمی‌ماند و زندگی قصه ها را آن طور که ما می‌خواهیم نمی‌نویسد. یک هفته گذشت و من بی‌صبرانه به بازار رفتم، اما دیوار خاموش بود. هیچ برگه‌ای میان آجرها نبود. قلبم فرو ریخت. قدم‌هایم سنگین شد و با خود گفتم شاید فقط امروز نتوانسته بیاید. روزی بعد رفتم. باز هم چیزی نبود. 3 روز، 4 روز و هنوز خبری از او نشد. یک شب با اشک به خواب رفتم و در خواب دیدمش که میگوید نترس، برمیگردم. اما روزها میگذشت و او برنگشت و هر لحظه امیدم کمرنگتر میشد. سرانجام از میان مردم شنیدم خانواده اش ناگهانی به شهر دیگری کوچ کردند بیان که فرصت خداحافظی بدند. دلم شکست. حس کردم همه چیز در یک لحظه فرو ریخت، مثل دیواری که آجر به آجرش فرو می ریزد. بازار پر از شلوغی همان بازار بود، اما برای من همه چیز خالی و بیروح شده بود. کوچه ها
فروشنده ها، حتی صدای خنده کودکان هم برایم یادآور غیبت او بودند. هر بار از کنار آن دیوار قدیمی می گذاشتم. دستم به اختیار میان آجرها می رفت. شاید معجزه‌ای رخ دهد. تا اینکه روزی بعد از ماها چیزی میان شکاف آجرها دیدم. برگه زرد و کهنه که قلبم را لرزاند. دستهایم می لرزید وقتی آن را بیرون کشیدم. حس می کردم دوباره زنده شدم. بازش کردم. خط او بود. کلمه های ساده اما سنگین که اشک را روی صورتم جاری کرد. نوشته بود اگر روز دیگر پیدایم نکردی، در دلم همان حرفی بود که تو هرگز نگفتی. قلبم ایستاد چون می دانستم او هم همان جمله مقدس را در دل داشت. جمله‌ای که هر دویمان ترسیدیم به زبان بیاوریم. تمام کوچه در چشمانم تار شد و من با همان برگه در دست بی صدا گریستم. فهمیدم بعضی عشقها قرار نیست به وصال برسند. فقط برای آنند که قلبت را شکل بدهند و در روحت جاودانه شوند. هنوز هم هر بار که به بازار می روم نگاهم میان جمعیت به دنبال اوست. حتی اگر عقل می گوید دیگر بر نمی گردد. دیوار قدیمی هنوز پابرجاست، خاموش و بیخبر، اما برای من یادگار قصه ای است که زندگیم را تغییر داد. نامه های او هنوز در صندوقچه پنهان است. هر کاغذ بوی روزهایی را می دهد که قلبم جوانتر و پر امیدتر بود. گاهی آنها را می خوانم و لبخند می زنم. لبخندی که میان اشکها گم می شود. می دانم شاید هرگز دوباره او را نبینم، اما عشقش در وجودم مثل نوری خاموش نشدنی مانده است. عشق من به او قصه نیمه تمام بود. قصه ای که پایانش در سکوت نوشته شد، اما آغازش برای همیشه در یادم زنده است. حالا وقتی کسی از من درباره اولین عشقم میپرسد فقط لبخند میزنم و میگویم چشمهای از هرات که هیچ وقت فراموش نشدند و این بود قصه دختری به نام زهرا، دختری که برای اولین بار در میان شلوغی بازار طعم شیرین و تلخ عشق را چشید.